لگ گرفتن گوشی موقع فایت دادن قشنگ میره رو اعصابت. اگه تو هم حین بازی گوشیت لگ میزنه و خیلی داغ میکنه این ویدیو مخصوص توه. با این آموزش تا 90% گوشیتون کمتر لگ میزنه و بالاترین FPS رو از بازی میگیریم. وارد تنظیمات میشین و در قسمت اودیو اند گرافیک قسمت گرافیک کوالیتی رو میذارین پایین ترین حد ممکن و فریم ریت رو میذارین روی مکس یا اولترا. اگه روی دیوایستون فریم ریت ادجاستمنت رو دارین روشن میکنین و بیلبیلکش رو میکشین تا آخر. میان پایینتر گزینه سوپر رزولوشن آف باشه و گزینه لابی داینامیک فریم ریت هم آف میکنید. این کار باعث میشه توی لابی از حد اکثر FPS تون استفاده نشه. با گزینه آپتیکال پرفورمنس کار ندارین ولی گزینه واریبل شیدینگ رو حتما روی آن قرار بدین. این کار باعث میشه وقتی شما انمی ندارین فشاری روی گوشیتون نباشه ولی به محض اینکه انمی نزدیک شما شد از حد اکثر FPS بهره مند بشین. قبل از شروع بازیتون حتما یه بار گزینه استارت شیدر پریلود رو بزنید. برای گوشی اندروید یه سری برنامه وجود داره که با فعال سازیش باعث